سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 17 آگوست تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. دختر در ابله اشتراک داشت. شلیل تکوب کارمندان میلیسیا از زبان داستانی سوخت. بازپرسی مادر شرافالدین گدایف با درخواست فسبه. رید پلیس در بازار صفیه در پتربورگ بیش از 100 مهاجر شهروندی روسیه گرفته را به وینکمر بردند. رحمت الله نوروزوف از تاجیکستان چگونه به ایران رفته و در شیراز حمله تروریستی انجام داد. یک زن تاجیک را از روسیه برای افباشی اخراج میکنند و اکنون تفصیلات خبرها. دختر نابالغی که گفته میشد باعث مناقشه میان کارمندان میلیسیا و ساکنان در دهه لکت شهر استرافشان شده است، در عملیات جلب جوان به ارتش اشتراک داشته است. کارمندان اپراتیوی میخواستند توسط اون دختر جوانی از خدمت حربی سرکشیده را دستگیر نمایند. در این باره فرقت خواجه‌زاده دادستان ولایت سوخت در نشست مطبوعاتی اطلاع داد. سخن از مناقشه می رود که 31 ماه سال 2023 در دهه لکت شهر استرافشان رخ داده است. در نواری که ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت سوخت صحنه 2 ایول نشر کرده و بعداً پاک نمود دیده میشد که یک گروه ساکنان با کارمندان میلیسیا مناقشه دارند. فرقت خواجه‌زاده گفت کارمندان اپراتیوی برای پیشبرد کار خود شهروندان را نیز جلب میکنند و این دختر در دهه لکت شهر استرافشان هم با خواهش خود با مقامات همکاری میکرد. کارمندان اپراتیوی مشاهده میکنند که در دهه لکت یک جوان سن حربی از ادای خدمت سرکشی میکند. آنها معلوم میکنند که جوان سرکش با یک دختر همسایه‌اش مناسبت داشته است و طریق تلفن صحبت میکرده است. کارمندان برای یافتن دعوت شونده با اون دختر صحبت و برای دستگیر کردن جوان او را جلب میکنند، گفت داستانی ولایت سوخت. به دختر فرقت خواجه‌زاده دختر با جوان توسط تلفن صحبت میکند و کارمندان میلیسیا مکان او را معاین کرده به آنجا میروند. جوان از اصل واقعه خبر یافته فرار میکند و همین طور در ماشین دو دختر میمانند. به جای حادثه ناظران منطقوی و نزدیکان دختر میآیند. فهمیش نادرست که گویا کارمندان میلیسیا با مقصد عشق ورزی زنها را با خود برده باشند سبب سر زدن مناقشه می شود، گفت فرقت خواجه‌زاده. پیوندان ساکنان بازداشت شده حادثه را به طور دیگر شرح میدهند و میگویند کارمندان میلیسیا دختر نابالغ را به ماشین خود سوار کرده به صحرا بردند و نسبت او رفتار ناشایسته کردند. پس از فریاد دختر ساکنان اطراف به نزد ماشین جمع شده از کارمندان میلیسیا شرح حادثه را طلب کردند و قضیه به مناقشه پیچیده است. دادستان ولایت میگوید دختر برای گمراه کردن تفتیشات نشانداد خود را دیگر کرده است. دختر برای نجات عمکش فکرش را دیگر کرده دعوا نمود که من با خواهش خودم نآمدم، مرا برای علاقه جنسی کردن آوردند. اگر کارمندان مقامات نسبت دختران مقصد غیر می داشتند به صحرا جای سیرودم نمی بردند. تشخیصا نیز دروغ دختر را اثبات کردند، ذکر کرد دادستان ولایت سوخت. اما دادستان ولایت شرح نداد که جلب نابالغ برای پیشبرد کارهای اپراتیوی تا کجا درست است. در همین حال رقیه نیازخوالو مادر دختر نابالغ میگوید کارمندان حکومت و دادستانی شهر به او برای صحبت با ژورنالیستان و پنهان کردن نوار از جای حادثه فشار میآورند. یادآور میشویم که 2 هفته پیش 3 آگوست از هم مامورزاده رئیس شهر استرافشان هم حادثه مذکور را شرح داد و گفته بود که سبب اساسی آن معرکه مهم سیاسی دعوت به سطح قواهای مسلح بود. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان هم ضمن نشست مطبوعاتی اخیر خود 14 آگوست سبب مناقشه مذکور را مانع ایجاد کردن برای نگاه داشتن ترتیبات جمعیتی نامید. طبق اطلاع ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت سوخت در پی این حادثه نسبت به 9 نفر با 3 ماده از جمله افباشی و استفاده زوراوری به مقابل نماینده حاکمیت پرونده جنایتی باز شده. همچنین علیه 18 ساکن دیگر شهر استرافشان با اتهام میل افباشی پرونده مأموری ترتیب داده شده است. کارمندان دادستانی به خانه عایشه عبدالله و مادر 72 ساله شرافالدین گدایف یکی از مخالفین حکومت کنونی تاجیکستان در مرکز نویه فرخار آمده او را در مورد پسرانش پرسجو کردند. آنها گفتند که این کار را با درخواست فسبه یا خدمات فدرالی امنیت روسیه انجام میدهند. شرافالدین گدایف روز 17 آگوست سال 2023 به پایگاه خبری بامداد گفت
این پرسجوها 3 روز ادامه یافته. بالاخره روز 16 آگوست کارمندان دادستانی دیگر باره به خانه آنها آمده امضای مادرش را در زیر انکیده های پر کردهشان گرفتند. شراف‌الدین گدایف گفت کارمندان دادستانی در جریان پرسش جای کار، سراغه و دیگر معلومات مربوط به 2 برادر کلانی او را که در روسیه در مهاجرت کاری قرار دارند نیز نوشته گرفتند، ولی بخش اعظم پرسجویشان درباره او بوده است. شراف‌الدین گدایف در صحبت با بامداد گفت همه چی را پرسیدن درباره من از دوره مکتبی تا امروز، هم درباره اینکه در کودکی چه خلق و اطوار داشتم، در مکتب چه خیلی تحصیل میکردم، چه بیماری ها داشتم، هم درباره اینکه حالا در کجایم، آیا مادرم سراغه دقیق مکان زیست مرا میداند یا نه. پرسیدند که آیا سیگار یا نوس میکشم، عرق یا دیگر نوعهای مشروبات را می نوشم، مواد مخدر را استعمال میکنم. اما مادر سالخورده گدایف که بسیاری از چنین مشخصاتش جمله در کدام کشور اروپا زندگی کردن پسرش را درست نمیداند، به مفتشان گفته است که پسرش در گرمانیا است. این در حالی است که شراف‌الدین گدایف نه در آلمان بلکه در هلند زندگی میکند. این سیاستمدار مخالف بر این است که هدفش چنین پرسجوی مفصل از نام فسب کوشش ساختن پورتریت پسیکولوژی اوست که مقامات امنیتی معمولا برای هدفهای خود ترتیب میدهند. گدایف میگوید که این پرسجوها دقیقاً به فعالیت‌های سیاسی او از جمله به سفرش به اوکراین و پشتیبانی آشکارش از این کشور در جنگ با روسیه ارتباط دارد. مقامات تاجیکستان تا کنون خبر با درخواست فسب روسیه بازپرسی شدن مادر شراف‌الدین گدایف را شرح ندادند. شراف‌الدین گدایف سال 2015 به اروپا پناه آورد و حالا در هلند به سر میبرد. او سال 2018 رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان، یک گروه اپوزیسیونی عضو ائتلاف در خود جمهوری ممنوع پیمان ملی تاجیکستان را بر عهده دارد. ماه فوریه سال 2019 گدایف را ضمن سفرش به مسکو به طور مرموز ربوده با هواپیمای سامونیر به تاجیکستان بردند. این قضیه سر و صدای زیادی به پا کرد و در پی دخالت دولت‌های اروپا مقامات تاجیکستان شراف‌الدین گدایف را الکی بعد 17 روز رها کردند و او صبح 2 مارس سال 2023 با پرواز دوشنبه فرانکفورت به اروپا برگشت. اتفاقا باز هم با هواپیمای همان شرکت سامونیر. پلیس در جریان 2 روز ریدش در بعضی میوه و سبزوات سفیسکایا واقع در کوچه سفیسکایا در کناره‌های جنوب شهر سنت پترزبورگ روسیه صدها مهاجر را دستگیر کرده است، از جمله بیش از 100 مهاجر سابق را که علاقه شهروندی روسیه دارند دستگیر کرده به کمیساریات حربی نویه فرونزه بردند و در قید ماندند. این نگرانی را به وجود آورده است که آنها را برای فرستادن به جنگ ضد اوکراین ثبت نام میکنند. خدمات مطبوعات سراسر کارهای داخلی شهر سنت پترزبورگ و ولایت لنینگراد روز 16 آگوست سال 2023 در اطلاعش برای ثبت نام دستگیر کردن و به کمیساریات حربی بردن افراد صاحب شهروندی روسیه را یک اقدام نو در جریان ریدهای ضد مهاجر نامید. رید 2 روزه در بعض میوه و سبزوات سفیسکایا هم برای پلیس نتیجه آورد و هم برای کمیساریات‌های حربی. در جریان این رید تفتیش سندهای حدود 400 نفر تفتیش کرده شدند. از این شمار 55 نفر در روسیه غیر قانونی به سر می‌بردند. یک گروه هموطنان آنهایی که علاقه شهروندی روسیه شدند نیز تفتیش شدند. پلیس از چنینها بیش از 100 نفر را پیدا کرده قریب همه آنها را برای ثبت نام به کمیساریات حربی روانه کرد. نقل قول کرده است خبرگزاری تاس از اطلاع مقامات حفظ حقوق. همچنین گفته می شود که به ضد یک مهاجر با اتهام تقلب اسناد پرونده جنایتی گشودند. در بعضی میوه و سبزوات سفیسکایا که یکی از بازارهای بزرگترین در سنت پترزبورگ و ولایت لنینگراد به شمار می رود، صدها مهاجر از جمله 10 نفر از تاجیکستان کار می کنند. در شهر سنت پترزبورگ و ولایت لنینگراد اینک 5 روز باز عملیات میگرانت ادامه دارد. طی 5 روز ریدها 5700 حالت ویران کردن قانونهای مهاجرت را آشکار کردند و حدود 500 مهاجر خارجی را با مقصد اخراج از روسیه در بازداشتگاه ویژه محکوم کردند. پلیس خبر داد که با اتهام مهاجرت غیر قانونی در عموم 300 پرونده جنایتی گشوده شده است. پلیس با تکیه به معلومات دادن ساکنان صورت گرفتن ریدهای اخیر را یک ویژگی آنها نامید و گفت همکاری ساکنان امکان میدهد که مکانهای تجمع مهاجران و حالتهای بود و باش غیر قانونی آنها از پیش معین کرده شوند. طی چند ماه اخیر در گوشه‌های گوناگون روسیه ریدهای ضد مهاجران
خیلی افزایش یافته است. قبلا وزیر کارهای داخلی داستانی کل و امبوسمن تاجیکستان از مقامات روسیه خواسته بودند که ضمن تفتیش ولایت‌های ویران شدن قاعده‌های بود و باش در کشورشان طبق قانون رفتار کرده حقوق مهاجران از تاجیکستان را پایمال نکنند. در دوشنبه برینند که در عیدهای اخیر از همه بیشتر مهاجران تاجیک آسیب دیدند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. خبرگزاری نیمه رسمی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نزدیک تسنیم روز 16 آگوست سال 2023 با تکیه به منابع خود در نهادهای امنیتی خبر داد که شهروند تاجیکستان رحمت الله نوروزوف که به دست داشتن در حمله تروریستی روز 13 آگوست در مزار شاه چراغ در شهر شیراز استان فارس در جنوب و غربی جمهوری اسلامی عیبدار می شود 3 ماه در یک اردوگاه سازمان تروریستی داعش در افغانستان مشق گرفته بود. بنا به اطلاع منابع تسنیم، نوروزوف با لقب سلمان اسلمیار با جنگجویان داعش وارد مکاتبه شده توسط اینترنت به صف این سازمان تروریستی جلب شده است. نوروزوف سپس به ترکیه رفته در آنجا به داعش بیعت یعنی سوگند سپرده عضو این سازمان تروریستی شده است. جوان تاجیک را جنگجویان بعد این به یک اردوگاه داعش به افغانستان فرستادند و او در آنجا 3 ماه مشق گرفته بعد انجام تمرین ها وارد ایران شده است و در حمله روز 13 آگوست به مزار شاه چراغ اشتراک کرده است. مقامات امنیتی ایران حالا میخواهند مسیرهای را که توسط آنها تروریست ها به قلمرو جمهوری اسلامی راه مییابند معین و خنثی کنند. باور می رود که در داخل ایران شبکه کار می کند که اعضای آن بتونگرایان برای ورود به این کشور کمک می رسانند. تا کنون با اتهام دست داشتن در حمله 13 آگوست مقامات ایران 11 نفر را دستگیر کردند. در بین آنها همه خارجیان هستند و هم ایرانی ها. در همین حال خبرگزاری دیگری ایرانی اسنا با تکیه به منبع خود خبر داد که نوروزوف در اول قصد داشته است که حمله تروریستیش را در روزهای عاشورا انجام بدهد، ولی به برخی دلایل مجبور شده است که این کار را تا 13 آگوست باقی بیندازد. مراسم عاشورا که سالگرد قتل امام حسین نبیره پیامبر محمد بوده، به خصوص برای شیعه ها یک مراسم خیلی مهم مذهبی به شمار می رود. امسال از 19 تا 28 یول دایر شده بود. روز 13 آگوست 2 مرد سلاح به دست به مزار شاه چراغ در شیراز حمله کردند. یکی از آنها در نحن مزار به تیرپرانی سر کرده و دومی که با автомات داخل مزار شد و روی ازدحام زائران تیر کشید. از جانب نگهبانان دستگیر شد. در نتیجه این حمله 1 نفر کشته و 8 زائر زخمی شدند. سازمان تروریستی داعش مسئولیت حمله شیراز را به دوش گرفت و آن را انتقام برای اجرای حکم قتل 2 عضو خود در ایران نامید. آن 2 نفر با جرم دست داشتن در حمله 26 اکتبر سال 2022 به همین مزار شاه چراغ به قتل محکوم شده. 9 ایول حکم هر دو اجرا شد. در حمله سال گذشته در شیراز 13 نفر کشته و 27 تن زخمی شده بودند. نفری که ماه اکتبر سال 2022 بالای زائران در شاه چراغ آتش کشید به گفته مقامات ایران نیز از تاجیکستان بود. کامران سبحان ملقب به ابو عایشه 23 سال داشته از شهری سر بوده است. او چند روز بعد بازداشتش بر اثر جراحت‌های برداشتش در بیمارستان شیراز فوتید. خدمات مشترک مطبوعات دادگاه شهر سنت پترزبورگ روسیه روز 17 آگوست سال 2023 از انجام مرافعه دادگاهی یک زن شهروند تاجیکستان با نام سنوبر یارونووا خبر داد. این زن برای شکستن یک شیشه آب در ایستگاه نقلیات جمعیتی از ماه اکتبر سال 2022 در بازداشت قرار داشته است. دادگاه نهایی مسکو شهر سنت پترزبورگ روز 17 آگوست سنوبر یارونووا را بر اساس قسم 2 ماده 213 کودکس جنایتی روسیه در افباشی گناهکار شناخته و 50,000 روبل جریمه بست. خود این زن تاجیک و ادوکات و نزدیکانش برای شرح این قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه تفتیشات و دادگاه یارونووا روز 5 اکتبر سال 2022 هنگام در ایستگاه نقلیات جمعیتی ستانسیا مترو مسکوفسکایا قرار داشتنش با مقصد تاثیر منفی روانی رسانیدن به آدمان شیشه آب را در راه حرکت ترولبوس پرتافت. شیشه شکست. پاره‌های آن
به اطراف پشت خوردند و شهروندان ترسیدند. سبب چنین رفتار خشمگینانه این زن تاجیک گفته نشده است، اما گفته می شود که این هلکه دومین مرافعه دادگاهی سنوبر یارونوه بود. او را به این مرافعه از بازداشتگاه مهاجران رو به اخراج از شهر کراسنای سلو آوردند. قبلا 8 آگوست سال 2023 دادگاه نهایی اکتبر شهر سنت پتربورگ یارونوه را در ویران کردن قانونهای بود و باش و کار در روسیه نیز گناهکار شناخته به 5000 روبل جریمه بسته و حکم بیرون کردنش از قلمرو روسیه را برآورد. به گفته دادگاه سنوبر یارونوه 3 سال پیش همراه 3 فرزند خودش و 2 فرزند شوهرش از تاجیکستان به روسیه آمده در بعض میوه و سبزیجات سفیسکه کار میکرد، ولی او در آنجا غیر قانونی کار میکرد و پتنت نداشت. خدمات مطبوعات دادگاه پتربورگ هم چنین ذکر کرده است که فرزندان سنوبر یارونوه نه به باغچه و کودکستان میرفتند و نه به مکتب. نتیجه بود و باش غیر قانونی در روسیه داغ سعودی و 55,000 روبل جریمه گفته می شود در انجام اطلاعیه دادگاه. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 16 آگوست سال 2023 در یک مراسم تنتنوی در جماعت ارمتن نویه عینی ساکن دیهه لنگر این جماعت اولادین شریپوف را برای نجات 2 نفر در روز سیل خرابی آور 28 ایول با افتخارنامه و تحفه خاطروی تلویزر قدردانی کردند. روز 28 ایول وقت سیل شدید بالای دیهه لنگر جماعت ارمتن فرو ریخت، مجرای آب از بین دیه گذشته 2 ساکن لنگر ایدیبای حلیموف 75 ساله و عزیزجان مرگنزاده 7 ساله را به کام خود فرو کشید. غرق شدن این موی سفید و کودک را دیده ساکن دیگر دیه لنگر شریپوف اولادین خود را ناترسانه به درون سیل زده و توانست هر دو را از آب بیرون بکشد و از مرگ نجات دهد. بنا به اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده با دستور رئیس این نهاد با مقصد قدردانی از اولادین شریپوف سردار سرریاست حفاظت شهروندان و منطقه این کمیته گنرال مایور جمشید کاملزاده به نویه عینی سفر کرده در یک مراسم ویژه به اولادین شریپوف افتخارنامه کمیته و تحفه خاطروی تلویزیون را تقدیم کرد. رهبران و هیئت شخصی کمیته حالتهای فوق‌العاده شریپوف اولادین را برای این جایزه تبریک گفته کارنمای او را در روز آفت طبیعی نمونه صفتهای عالی یک انسان و یک شهروند اصیل عنوان کردند. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر کولاب با عریضه زن 37 ساله ساکن شهر مذکور مراجعت نموده است که اولای ماه اپریل سال 2023 شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا مال و اشیای روزگار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 17,330 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا زن 37 ساله ساکن همین شهر که پیش به ماده 338 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. این چنین به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه واسه عریضه زن 45 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که شب 26 به 27 ایول سال 2023 تخمینا ساعت 11:00 دقیقه شخصان نامعلوم با راه پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا 6000 سامانی و لباس‌ها را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مردان 37 و 26 ساله ساکنان امین نویه که یکیشان با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شده است همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. همین طریق گمانبر شوندگان اولای ماه سال 2023 با راه پنهانی به خانه استقامتی مرد 50 ساله ساکن نویه واسه در آمده از آنجا 4000 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. اوایل بین حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.